بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. سوره علق شروع میشه. این سوره به نام علق یاد میکنه. چرا؟ پیدایش انسان، اصل انسان. اگرچه اصل انسان از نطفه و از او پیش از خاک است که بابای ماست، یا خود ما و شما نطفه ما از تمام قوت‌هایی که در وجود ماست و از خوراکا پیدا شده. خوراکا انرژی گرفته از خاک. لیکن ظاهرا قرآن که چیزی را ذکر میکنه، ما از نطفه پیدا شدیم. خو الله در اینجا نطفه را ذکر نمیکنه، علقه را ذکر میکنه. علقه حالت انقلابی یا تغییر انسان است. انسان در این حالت تغییر میخوره، یعنی بدل شده از یک حالت به حالت دیگه. اشاره میکنه که اول وحی الله یادآوری از علق است. میگه برای تو که تو انسان حالت علقه داری، یعنی انقلاب و تغییر در تو آمده میتونه. هیچ وقت نگو که من در یک مسیر هستم سری تو انقلاب میایه. او قرآن هم کتاب چیست؟ انقلاب. قرآن هم انقلاب پیدا میکنه نمیکنه؟ انقلاب پیدا میکنه. یک از او خاطر علقه، یکی علق چسبیده میباشه. چسبیده اشاره میکنه که وضع زندگی انسان ها زمان صورت میگیره که به این کتاب الله و وحی الله چسبیده باشه. با جز از او راه نجات نداره. این صورت هم اول صورت از 5 آیت سابقش که بالای پیغمبر علیه السلام در غار حرا آمده. بعد از این سوره قلم نازل شده. نظر به بعضی روایات ارتباط این صورت قطعی ما قبل در اونجا الله ذکر انسان و ارزش انسان کرد. اینجا باز الله تبارک و تعالی مبدأ انسان هم ذکر میکنه و آن چیزی که در زندگیش خیلی ضروری نهایت مفید است او را بر ما ذکر میکنه. این اول وحی است که پیغمبر علیه السلام در غار حرا بود. یادتان باشه مردم همیشه سوال میکنه پیغمبر علیه السلام قبل از آمدن وحی چه رقم عبادت میکرد؟ پیغمبر مکلف به عبادت نبود. چرا؟ کیفیت عبادت، طرز عبادت توسط وحی معلوم میشه، توسط چیزی دیگه معلوم نمیشه. از همون خاطر پیغمبر کدام عبادت انجام نمیداد. تنها عقیده داشت، از نگاه توحید عقیدش کامل بود، در صفات الله تفکر میکرد، در مخلوق الله تفکر میکرد. دیگه کدام عبادت خاصی نداشت. از او خاطر مورد سوال واقع نشوه. یعنی این هر کس سوال نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم به نام الله که بیاندازه مهربان نهایت رحم است. موضوع مرکزی صورت اول امو بیان حالت اولیست برای وحی و دعوت به سوی علم است، به سوی نوشتن است، به سوی بیان و تدریس و تعلیم است. لازمه انسان، لازمه زندگی انسان و انسانی که میخواه خود در مراحل بالا میدان ترقی برسانه اونو چیزا را بر ما ذکر میکنه. بعد از او کسانی که در مقابل امچو قرآن، امچو چیزی که با ارزش است و مخالفت شروع کرده، انجام ازوره و عمل کرده ازوره ذکر میکنه با معرفی شخصیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اقرا بسم ربک الذی، بخوانه پیغمبر علیه السلام به نام پروردگارت، یعنی او ذاتی که تو را تربیت کرده، مالک و متصرف توست. الذی خلق، او ذاتی که پیدا کرده. اول امر که در قرآن آمده اقرا بخوان است. رابطه انسان فقط با خواندن است. بدون خواندن ما درجه کمال نداریم. خواندن یکی از جمله لازمه زندگی ماست. در هر مرحله، هر میدانی ترقی را که میخوای بدون خواندن نمیشه. از همون خاطر است که پایچه مردم بر میزنه، تحصیلات میکنه تا دکتر شوه، انجینر شوه، الکتریک شوه، بیرخانک شوه. هر رقم وظیفه را که میپیمایه تجربه حاصل کنه و بخوانه. قرآن دعوت به خواندن میده. او ما بگوی اسلام غلط معرفی کردیم، دعوت به چی میدیم؟ ناخواندن. این خواندن که بر ما قرآن امر میکنه فرق مذکر و مؤنث است؟ فرق شاری و دیواتی است؟ کلا قطعا نیست. الله و پیغمبر خود میگه بخوان. بسم ربک، به نام پروردگارت. خواندن مراد از تلاوت قرآن است. ایام بدون اعانت الله نمیشه. از او خاطر بر ما میگه از کیت استعانت طلب بکنیم. بسم ربک، به نام پروردگارت. از همون خاطر قرآن که تلاوت میکرده چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الذی، همون ذاتی که اینجا صفت رب آورده. معلوم میشه که خواندن، نوشتن که ما بعد میایه بیان کردن کلش از اسباب تربیت است. الله تربیت ما را توسط خواندن و بیان و تعلیم و کتابت میکنه. مثل که پیغمبر اینمی قسم خواننده کرده. خواندن پیغمبر خو معجزه بزرگ برای کل عالم شد. چرا که آدمی امی بود، خوانده و نوشتن نمیتونست و یک دفعه خواندن شروع کرد. او دلیل صداقت چی شد؟ نبوت شد. اگر ما بخوانیم الله ما را در مرتبه پایین نمیگذاره، حتما میرسانه ما را. الذی خلق، ذاتی که پیدا کرده. چی را پیدا کرده؟
مفعول ذکر نمیکنه، اشاره میکنه که هر چیز کی پیدا کرده؟ خالق الله است. خیر هر چیز تربیتش هم کی میکنه؟ انسان هم الله پیدا کرده. از خاطر پشتی سر میگه خلق الانسان من علق، پیدا کرده انسان من علق، از خونی بسته. نطفه را نگفت، خونی بسته را گفت. شما خوب متوجه شوید. الله تبارک و تعالی اول اشاره میکنه که هر چیز الله پیدا کرده. خب به طور خصوصی و امتیاز پیدایش کی را بیان میکنه؟ انسان. انسان خدا بشناس. الله که تو را اینقدر امتیاز داده، به این خاطر امتیاز داده که مسئولیت هم داری. به خاطر امتیاز داده تا که نافذ کننده حکم الله در سرزمین کیستی؟ الله جل جلاله استی. خدا مهمل ندان. خدا اینطور فکر نکن که من ارزش ندارم. ارزش داری بسیار، در بین مخلوقات ارزش داری. بلکه مخلوقات برای کی پیدا کرده؟ برای ازی پیدا کرده که منفعت به انسان برسانه. انسان پیدا کرده برای معرفت کی؟ الله و عبادت الله. از خاطر خلق الانسان من علق، پیدا کرده انسان از علق. مراد از پیشش خونی بسته که او چسبایش داره. اشاره میکنه انسان رابطه تو با قرآن نمی رقم باید باشه، از قرآن باید دور نباشی. یکی علق حالت انقلابی و تغییراتی است. حتما تو هم تغییر پیدا میکنی، سابقی چیزا نمیدانستی، آمدی در ترجمه قرآن ولو که الف هم نخوانده. ترجمه قرآن چقدر برکت داره. آلی اینطور ملا شده ای که پرسان نکن، ملاقاتت بس نمیتونه. ترجمه قرآن اینقدر برکت داره. اقرا و ربک الاکرم. اول اقرا برای ازی بود یکی تلاوت کو، دوم اقرا بخوان، آلی برای دیگران برسان. تنها تو قاری و حافظ نشو که خود برای خود گردانا کرده رایستی، بلکه به دیگران ایرا بخوان. مراد از خواندن پیغمبر بیان مقاصد و مطالب قرآن است. از دو خاطر قرآن که روز اول آمده پیغمبر میگه که بخوان. و ربک الاکرم. خواندن قرآن، دعوت قرآن خود سختی ها داره، مردم قطش ناشناسته. کی مردم میپذیره؟ الله برش میگه و ربک الاکرم، پروردگار تو بسیار عزتمند ذات است. اینطور این سخنای تو را، این آواز، صدای شیرین تو را در گوش اینطور مردم برسه که از ناحیه دور آمده باشه، با یک دفعه شنیدن بالکل منقاد و دعوتگر جور شده باشه. تاریخ مطالعه کنی که تلاوت قرآن از جاهای دور حتی جنیات شنیدن، در مرحله اول چی جور شدن؟ دعوتگر جور شدن. قرآن همونطور قرآن است. لیکن بر ما کدام قرآن است؟ قرآن پوشاست، در سری تاقا بمانیم یک بوسه کنیم شه. قرآن مردا جور کردیم شه. از این قرآن هیچ فایده نمیگیریم. حالا قرآن برای از این است. الذی ذاتی که دیگه معانی اکرم بیان نمیکنم، بس است. الذی ذاتی که علم بالقلم، تعلیم داده توسط قلم. بزرگترین وظیفه مومن بنده الله تبارک و تعالی که انسان است، انسان شروع کنه به خواندن، به نوشته، به تعلیم، در درس و تعلیم. در جامعه ما درس و تعلیم آن قدر عام باشه که هر کوچه بری درس و تعلیم، هر طرف بری درس و تعلیم. به خاطری که علم است که روشنی را میاره، علم است که ثمره سرش مرتب میشه. کجاست؟ ما امروز فقط مبارزه بین می جهالت ها بکنیم. چرا؟ مردم نمیفهمه، رفع الیدین ولا لط میکنه. علم باشه چرا لط کنه؟ درس باشه چرا لط کنه؟ خب مردم نمیفهمه. اوه ما دختری خدا در ترجمه قرآن روان کنم؟ نه، اینه کی گفته؟ خودی شام در عمر نامده. زن و دختر خود قطعا نمیمانه. بگذار تمام روز وسیله بگی قبراره، باز در جان کندن هم بگو که یا پیرانی پیر صاحب، یا پیرانی پیر صاحب ولی دمم میبره که تو را در جنت میرسانه یا نمیرسانه. برای تو معلوم میشه. باز اون جمعه علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم داده انسان آن چیزی را که نمیدانست. انسان چقدر چی را یاد داره؟ قرآن میگه کدام علومی که داده شده برای انسان این تعلیم الله تبارک و تعالی است، لیکن علوم دیگری که مانده و خیلی زیاد است از اون علومی که برای ما تعلیم داده شده. انسان باید ننازه که من از زحل و عطارد چکر میزنم. امی علم دادگی کیست؟ لیکن اینقدر علوم وجود داره که تعالی را در دسترس تو قرار نگرفته، اما این را تعلیم برد الله داده. خب قرآن ما را امر میکنه که تعلیم کنی، چرا که الله براتون تعلیم داده. قلم شما امی رقم اعزاز بده، به خاطری که قلم چقدر اهمیت داره. نقل تمام حکایات، تمام داستانهای سابق توسط کی باقی میمانه؟ قلم. انتقال افکار ما توسط کی میشه؟ قلم. او کسی که گپ زده نمیتونه، چطور میتونه ضمیر خود به مردم ظاهر کنه؟ توسط کی میشه؟ قلم. از او خاطر ارزش زیاد داره. قلم لازمه زندگی انسانی است. در زندگی انسان بدون قلم زندگی مترقی نیست، بالکل عقب مانده است.
کلا ان الانسان لا یطغی عالی. الله میفرمه نه این رقم نیست که انسان به خود ارزش نده، رای غلط در پیش بگیره، نه بخونه، نه تعلیم کنه، نه نوشته کنه. ان الانسان لا یطغی، یقینا انسان لا یطغی سرکش است، در طبیعت خود همینطور است، منقاد نمیشه. خود اینطور فکر میکنه که مستم، از این خاطر پشتی سر میگه الرآه استغنا، به خاطر که خود دیده گمان کرده سری نفس خود، استغنا که بالکل بے پرواست، ضرورت به چیزی نداره. از او خاطر عالی چیسته خود بسیار بزرگ میتراشه که مستم. انسان همونطور است عالی، در طبیعت خود همونطور خود میپنداره که مستم. عالی هم امی دانشمندای ساینسی که کم کم تحقیقات خیلی ناچیزی را انجام داده، چقدر در مرکبای غرور سوار هستن یا نه، خودت بالا میتراشه. لیکن قرآن میگه نه، برای تو مناسب بود که او عجایبات فضا را مشاهده کردی، پی میبردی به او ذاتی که فضا را چرا اینطور انتظام کرده، در پشت فضا کدام ذات قرار داره، کدام قوت قرار داره، درک میکردی. وقتی که درک نتونستی، این دیگه بسیار انسانی مغرور است که قرآن یاد میکنه. در اونجا ابو جهل ماننده همینطور میگفت، گفت ما تکمیل و پور هستیم، مال داریم، اولاد داریم، کشوفش ما زیاد است. قرآن میگه به این خاطر انسان از جاده حق بیرون میبره که خود مستغنی تلقی میکنه و میگه که من پور هستم. امروز کسایی که نعوذ بالله خود پوره میدانه، گاهی در درس قرآن نمیشینه، اما همونطور میگه که ما بالکل پوره هستیم، در جنت میرسیم. در جنت رسیدن به کتاب الله و سنت رسول الله قطعا امکان نداره. ان الی ربک الرجوع، یقینا به سوی پروردگار تو بازگشت است. تو باید بدانی امروز که کدام عمل میکنی، کردار میکنی، بفهمی که رجوع تو به سوی الله تبارک و تعالی است. الله سوال میکنه این کار چرا کردی، برای چی انجام دادی؟ جواب بگو. تو برای چی رفته بودی در دنیا؟ چی هدف داشتی؟ ارایت الذی ینها، خبر بده پیغمبر علیه السلام یا هر مخاطب الله مخاطب قرار میده. ارایت، خبر بده، الذی، از شخصی که ینها منع میکنه. مفعول اینجا چی کرده؟ ذکر نکرده. او کسی که منع میکنه کیره؟ اونجا پشتی سر میگه عبدن، بنده کامله. اذا صلی، در آن وقتی که نماز میخوانه. ارایت ان کان علی الهدی، آیا مرا خبر بده از حالی و طور مردکه که کسی را منع میکنه که در عبادت الله را انجام میده. خب دقیق شوی. قرآن اینطور میگه سوال جوابش دما میگذاره. جزای امو مردم ها چی باشه؟ که بنده عاجزی که خیرخواه مکملی مردم است، کلی عمر در صداقت و امانت تیر کرده و آل مکمل دلسوز بالای همی قوم است، مردم دعوت دکاری خیرام میده، باز عبادت الله را میکنه، نماز الله را میخونه. خو این من نمیکنه. امی ابی جهل و ابی جهل ماننده بود که می آمد پیغمبر علیه السلام در نماز نمیموند و شکنبه ها را می آورد، در حالت سجده سری گردن کی میماند؟ پیغمبر علیه السلام. کسی که در مسجد چپیلاق میخوره فخر بکنه، بگو که الحمدلله یک دفعه به خاطر زنده کردن سنت رسول الله چی کردم؟ چپیلاق خوردم. شما باید فخر بکنی. عبادت آزاد میکنیم، اجنا و درد و رنج به ما نیسته. یکی از برادرها در تلفن زنگ زده بود، گریان میکردم، یعنی گفتن میگه در یک مسجد رفلده کردم، مولوی سه مرا زد. مکتوب شکر بکش تو را زد، شکر بکش که تو را زد. پیغمبر علیه السلام با هزاران مرتبه اینطور حالات دیده. تو همی قدرم نمیشی، باز خود امتی پیغمبر میگیری. خب قرآن خو میگه خبر بده از او کسی که بنده را منع میکنه که او نماز بخونه، عبادت الله را میکنه. در چند مسجد بند شده با مشوره جناب ملا و ریش سفیدا که فلانی بچه در مسجد نماز خوانده نمیتونه، بند شده یا نشده. یک چند نفر خودمی جمع هستی که یک دفعه انگشتک هایتان بالا کنه که ما را در مسجد منع کرده که نبیایی دیگه در مسجد. الحمدلله زور شده گمان میکنم. حالی دیگه رفته میتونه در اون مسجد. سابق گریانی زیاد میکرده که نمیمانه در مسجد. حالی الحمدلله گمان میکنم که کل گالی زور شده رفته میتونه، یا ایسته که قطش پذیرفته که خیر است مرا در مسجد مانه، من رفت تیر ازمی از این عقیده مثل شما واره همون رقم است. الله رحم بکنه. الله میگه بنده که نماز میخونه ایمان نمیکنه. ارایت ان کان علی الهدی، آیا اگر خبر بده مرا اگر باشه بنده که نماز میخونه علی الهدی بر هدایت، او امر بالتقوا یا امر به تقوا میکنه. تو بگو دیگه
که یک کسی امر به تقوا میکنه او رایش هم رایش مکمل به هدایت است، بر از وا کدام ضررشان هم نمیرسه، لیکن باز امور من نمیکنه، جزای از چی باشه؟ تو تعیین بکن مخاطب، شما فیصله بکنی، محکمه شما جور شوی، شما خودتان فیصله بکنی. پیغمبری که دلسوز است امر به تقوا میکنه به هدایت است. چرا به هدایت است؟ با اوتور دعوای مردم راهنمایی میکنه، دعوت میده که به اساس دلیل بالکل استوار است. بیا امروز همی برادرای ما که در هر گوشه هستن راستتان بگه به هدایت است یا بیرون هدایت است؟ کسی که روی کتاب الله و سنت رسول الله را گرفته به چی است؟ به هدایت است. او امر به تقوا میکنه یا نمیکنه؟ میگه بدعت نکنه، شرک نکنه، میکنه نمیکنه؟ فسق و گناه نکنه، میگه این کارا نکنه، لیکن نماز میخونه از دیگرا که خب نماز میخونه یا نه؟ خب نماز میخونه، قومه، جلسه، قرائت، قیام، دعایش همه گپایش الحمدلله، لیکن مردم من نمیکنه یا نمیکنه؟ همین آیاتای قرآن دکیسته آلیوا بیا بخیزه که آیاتای ابو جهل سر ما میچسبانی، من نمیچسبانم، خودت داخل شده دمی چوکات خودت داخل کرده. راستی تا بگو، من واقعا را براتون بیان کردم نه، در یک مسجد بودم، فرض کی خواندم در سنت خود اجرا برفتم که یک بچه نمیشناختمشم آمده بود، خب جوان خب نماز درست میخوان، امیرش سفیدا های شروع کردن قوچ قوچکه، بیرون برنده بود، من در پشت سر در اتاق بودم، کلکین آشادارم در طرف برنده بود، یکیش میگه که میز زدیشه، دیگهش میگه که دیگه پایش نمیجا داخل شوا نمانشه، دیگهش میگه که پایش قطی پای میزدی که پای شفت میشد. گپا شروع کردن، برآمدم دادم رویش میتور شیشتم چند ریش سفیدایی که معتبر خان است. من گفتم یک چند گپ از دانیتون شنیدم، امیار خیلی قار بوده. امیج یک نفر آمده بود نماز خوان، دستار اینجا بسته کرده بود، پایاره اینطور چاک گرفته بود. من از پیشون سوال کردم که شما را به الله قسم نماز شما خوب بود؟ از او جواب خونه داشتن بیچاره. باز برشان گفتم امون نفری که فعلا در دانی مسجد جوان است، در نمازم نه آمده، گوشی هم در گوشش از موسیقی او در دستشان زنجیرکار تو داده رویسته، خیلی خندی میکنه او خوب میفهمی که قمارباز هم است، امیالی هم یک در گوشی میزنه، دمی ما حولتان نعوذ بالله یک خانه فاحشه خانه است، امون جمع میره. برش کدام روز گفته که بیا نماز بخوان؟ اینی حالتای ماست، اینی مردم ماست. آیات قرآن در مورد ابو جهل ماننده آمده، اما امروز مسلمانای ما در مساجد الله مردم از کجا منع میکنه؟ از نماز، در صورتی که در هدایت هم هستند و بگوی امر به تقوا میکنن. ارایت این کذب و تولا، این منع کنندم کی باشه؟ ارایت خبر بده مخاطب پیغمبر علیه السلام، این کذب و تولا، اگرچه همی آدمی که منع میکنه، دروغم میگه، ایمان نداره، عقیده نداره و تولا عملم نمیکنه، اعراض میکنه، حتی دلایل و سندای تو را نمیشنوه. الم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانه که الله تبارک و تعالی مکمل میبینه؟ همین آیات متعلق ما شوه چطور میکنیم که الله میبینه که تو حالت آورده ای، یک مسلمان آمده رفع الیدین کرده، برو امو از یک مملکت دیگه در یک مذهب دیگه امو کار کرده، تو لت کشه بکشه از مسجد، با الله چی جواب میگه؟ الله نمیبینه؟ ولی هیچ کی نباشه خب به خاطر عاجزی الله در مسجد آمده سجده کرده. کلا نه اینطور مناسب نیست که نعوذ بالله اینطور بنده های الله را از عبادات الله منع بکنه، خودشان هم نعوذ بالله نه عقیده داشته باشه نه عمل، بلکه همیشه در مرکب کبر و غرور سوار باشه. لئن لم ینتهی، اگر قرار نشد اینطور اعمال باز تکرار کرد، الله میگه لنصفعا بالناصیه، خامخام میکشانیم یاره بالناصیه، از مویای پیشانیشان که عاجز شوه. مراد از پیشش محکم گرفتن است که خدا خلاص نتانه. چرا از موی پیشانی که کسی را بگیری بگوی عاجز میشه. ناصیتن کاذبه، کدام پیشانی؟ اما پیشانی کاذبتن که به اعتبار گفتار بسیار دروغگوی است، خاطئتن که به اعتبار عمل خیلی خطاکار است. فلیدع نادیه، و باز آواز بده و مجلسای خدا که را خلاص بکنه. الله قبلا خبر داد ابو جهل که این حالت سرش میاد، یا عاص ابن وائل چنانچه در تفاسیر میاد. فلیدع نادیه، باید که آواز بده اهل مجلس خدا که بیا این را خلاص کنه. سندع الزبانیه، زود است که من طلب کنم پیاده های چی را؟ پیاده های ملائک جهنم، کسایی که در سیاست مقرر شده و آواز بدم یا را بگیره. کلا نیست بری تو آدمی طور کارا کردن،
چرا که به خاطری که فرا رسیده و وقت گرفتی ازی باید ای توبه میکرد، سنجش میکرد. اینطور پیغمبر ده مقابلش بخیزم، مخالفت بکنم، از عبادت من نکنم. لا تطیعها، هرگز تابعداری ترک شخصا نکنی. یعنی پیشنهادایی که تور مردم ها میکنه برای از اینکه تو یک کمی نرمی در دین پیدا کنی، برای از بتای از وا چیزی نگویی، این کارا نکنی. در تو را میگم دیوال تو بشنو، پیغمبری کارا نمیکرد، ما تو را میگه یک کسی که خیلی زدیست تو را در عبادت نمیمانه، آلی تو قطش سستی را اختیار نکو، نه دفاع از سنت رسول الله بکو. بگو اگر دلیل داری بیا قطمه بشی، اگر نداری من رفع الیدین خدا میکنم، دستت خلاص، او من هم نمیتونی از مسجد قطش. اینطور نرمی را اختیار نکو. دیگهش میخیزه تفریقه پیدا میشه. چرا پیدا میشه؟ این دین پیغمبر هست یا نه؟ دین پیغمبر خود تفریقه را نمیاره. واسجد واقترب، بله خودت هم منقاد و تابعدار برای الله باش، سجده برای الله بکو، عبادتت برای الله باشه. واقترب، خدا نزدیک به الله توسط عبادت. واقعا فی سری عملت گرفته نتونه عبادت دلیل داشته باشه.